اگه 2 هفته این نوشیدنی رو بخوری، انرژیت بیشتر میشه، سرحالتر میشی و بهتر میتونی ورزش کنی. اشتهات کمتر میشه و کمتر غذا میخوری. متابولیسم سوخت و ساز بدنت بالا میره و کالری بیشتری در طول روز میسوزونی. و از همه مهمتر در حالت استراحت هم سرعت چربی سوزی بیشتر میشه. چربی سوزی که میخوام بهتون معرفی بکنم از مخلوط کردن 4 ماده به اضافه آب درست میشه که اولیش قهوه است. کافئین موجود در قهوه ترموژنسیسم رو افزایش میده. یعنی فرایند تولید گرما با سوزاندن چربی‌ها رو بیشتر میکنه. سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و شما در حالت استراحت هم چربی بیشتری میسوزونید. و اگه قهوه رو قبل ورزش بخورید، انرژیتون، انگیزتون برای ورزش کردن بیشتر میشه و دوباره کالری بیشتری میتونید بسوزونید. خواص دیگه قهوه کنترل کردن هورمون گرلین یا همون هورمون گرسنگیه. و وقتی شما قهوه بخورید، هورمون گرلین کمتری ترشح میشه و شما کمتر احساس گرسنگی میکنید و کمتر غذا میخورید. پس اولی شد قهوه. دومین مورد یک ماده طبیعی جادویی هست که خواص لاغری و زیبایی بی‌نظیری داره. دارچین. نکته مهمی که در مورد دارچین باید بدونید اینه که دارچین قند خون رو تنظیم میکنه و کاهش میده. پس عوارض مصرف زیاد قند جلوگیری میکنه. با کاهش قند خون احساس گرسنگی و اشتهای غیر ضروری هم کاهش پیدا میکنه و این یکی از عوامل کلیدی برای لاغریه. دارچین هم مثل قهوه سوخت و ساز بدن رو بیشتر میکنه تا چربی سوزی بیشتری در بدن انجام بشه. پس حالا شد قهوه و دارچین. سومیش یک میوه خوشرنگ و خوشبو و انرژیزاست که سرشار از ویتامین C و آنتی اکسیدانه و اون چیزی نیست جز لیمو. یکی از خواص اصلی لیمو توانایی پاکسازی جسم از سموم و زائداته. لیمو حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدانه که به تصفیه و پاکسازی بدن از آلاینده‌های محیطی کمک میکنه. کبد رو پاکسازی میکنه و اجزای زائد بدن رو دفع میکنه. لیمو خواص ادرارآوری داره و اگه شما جزو کسانی هستید که بدنش مایعات زیادی در خودش نگه میداره، میتونید با خوردن لیمو مایعات اضافی رو که شما رو چاق‌تر نشون میده رو از بدنتون دفع بکنید. لیمو همینطور اشتهای شما رو هم کنترل میکنه تا الکی و بدون دلیل پرخوری نکنید. پس با خوردن لیمو شما اشتهاتون برای خوردن غذاهای بیشتر کم میشه و اینطوری به لاغر شدن شما کمک میکنه. در آخر برای اینکه بتونید یک لیوان قهوه و دارچین و لیمو رو با هم بخورید، به یک قاشق عسل هم نیاز دارید تا تلخ بودن و ترش بودن این نوشیدنی کمتر بشه. از طرف خود عسل هم باعث افزایش انرژی میشه و اشتهای شما رو کمتر میکنه و خواص بی‌نظیری برای سلامتی داره. بنابراین با ترکیب قهوه و دارچین و لیمو و عسل شما یک چربیسوز عالی به دست میارید که با خوردن روزی 1 لیوان چربیسوزی بدنتون رو بیشتر میکنید و چربی‌های اضافه بدنتون رو میتونید بسوزونید و لاغر بشید. حالا مقدار و نحوه تهیه کردن این چربیسوز رو بهتون میگم. اول 1 لیوان قهوه درست میکنید. لیوان خیلی بزرگ هم نه، لیوان معمولی. نحوه درست کردن قهوه رو قبلا در یک ویدیویی آموزش دادم. حتما اون ویدیو رو هم ببینید. بعد نصف قاشق غذاخوری پودر دارچین بهش اضافه میکنید. صبر میکنید کمی دمای این نوشیدنی پایین بیاد و بعد 1 قاشق غذاخوری لیموی تازه و 1 قاشق هم عسل بهش اضافه میکنید. عسل یک ماده شکننده است و اگه دمای آب خیلی بالا باشه و عسل رو بهش اضافه بکنید، خواص درمانی عسل از بین میره. بنابراین کمی صبر کنید تا دمای آب پایین بیاد و بعد عسل رو اضافه بکنید. تبریک میگم، نوشیدنی چربیسوزتون آماده است و میتونید 10 دقیقه تا 1 ربع قبل صبحونه مصرفش کنید تا روز به روز به اندام دلخواهتون نزدیکتر بشید. در پلیلیست مربوط به آموزش لاغری چند تا چربیسوز دیگه رو هم معرفی کردم. اگه هدفتون لاغر شدنه، حتما ویدیوهای مربوط به لاغری رو هم ببینید.